دقت کن چسب بینی رو چجوری میزنیم. از پشت نوک بینی دقیقاً برجستگی نوک بینی شروع میکنی، یه دونه ابر میزنی، اینو یه کوچولو میتونی فشار بدی، خیلی کم. بعدیا رو منتها دیگه فشار نده. ببین همینجوری میذارم فقط روی بینیت. دیدی؟ خب حالا یه دونه بزرگتر میبری 2 میلیمتر بالای سوراخ‌های بینی به شکل وی. اینو که زدی یه ذره این قسمتش رو فشار میدی. دوباره یکی دیگه روی همون، یه کوچولو اینجا رو فشار میدی. من خیلی برام مهمه که چسب رو به شکل وی بزنی، چون اگه به شکل یو بزنی ممکنه این قضروفایی که اینجا گذاشتم به خاطر فشاری که میاره خالی بشه و اینجا 2 تا خط بیفته روی بینید. از طرفی هم چون به این شکل زده میشه چسب یو، این گردی نوک بینی تو بیشتر میکنه، یعنی نوک بینی گردتر و بزرگتر میشه. بخوای حتما به شکل وی بزن. لنز نگاه نکنم. دوباره 3 تا دیگه روی همون قبلی ها. متوجه شدی چجوری شد؟ ببینم. حالا میتونیم لنز نگاه.